پیکسار را میتوان یک خانه نوابغ دانست و شخص پیت داکتر در این بین قطعا یکی از نابغه‌های مهم استودیو است. مردی که شرکت هیوله‌ها، بالا و عنوان درون بیرون را ساخته و کارنامه بسیار درخشانی در استودیو برای خود خلق کرده است. انیمیشن سول جدیدترین کار اوست که به مسائل مرگ، زندگی و دنیای ما انسانها پرداخته است. موضوعی که در کمتر انیمیشنی با این صراحت درباره آن میشنویم. جو گاردنر یک معلم موسیقی در یک مدرسه معمولی است و با اینکه از کارش راضی به نظر میرسد، اما رویای بزرگتری در سر دارد. اینکه بتواند روزی در یک گروه موسیقی خوب بنوازد و شبها را با آنها به سر کند. این مرد میان سال مجرد اما تا به امروز بخت و شانسی همراهش نداشته و مادرش نیز اصرار دارد که یک کار با حقوق ثابت و بیمه برای خودش دست و پا کند تا زندگیش به درستی پیش برود. اولین اقدام تحسین برانگیزی که سازندگان سول انجام دادند این است که در طراحی و نمایش و روایت دنیای پس از مرگ خود کاملا پا را فراتر از آیین‌ها و مذاهب گوناگون دنیا گذاشتند. آنها کاری کردند که هر کس با هر عقیده‌ای ولو اینکه بیخدا باشد بتواند با صحبت‌های مطرح شده در انیمیشن همزاد پنداری کند